هلوی به روی ماهتون، چطورید بچه ها؟ من رضا لکفا هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها توی این ویدیو میخوام ذهنتون رو محک بزنم. یه سری معماها یا همین چیستانها آماده کردم که میخوام با هم بخونیمشون و ببینیم جوابشون دقیقا چیه. امیدوارم که توی این امتحان نمره قبولی رو بگیرید. انگار معلمیم، نگاه طرز صحبت کردنم. نمیخوام بیشتر از این معطلتون کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، کانال من رو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرام ما هم این پایین میاد، لطفاً فالو بفرمایید. بزن بریم سراغ ویدیو. میگه که آن کیست که در ابتدا 4 پا دارد، سپس 2 پا و در نهایت 3 پا. اینو من قبلا جایی خوندم، انسانه. جوابش هم نگاه کن، درست گفتم. اینو من قبلا جایی خونده بودم، یکم قدیمی. این یکی نوشته انسان در کودکی 4 دست و پا راه میره، روی 4 دست و پاشه، مثل گاو. ببخشید البته. توی جوانیش با 2 پا راه میره و در پیری با عصا راه میره، یعنی 2 پا و 1 عصا. من این آخرش نوشته بود و در نهایت 3 پا، من ذهنم رفته بود یه جای دیگه. چه اختراعی به شما اجازه میدهد آن طرف دیوار رو نگاه کنید؟ چه اختراعی به شما اجازه میده اون طرف دیوار رو نگاه کنید؟ اختراعی که باعث میشه اون طرف دیوار رو نگاه کنی. اینو نمیدونم. بذار جوابشو ببینیم. ها، پنجره. بابا این نوک زبونم بودا. باور ما نمیشود. پنجره میشه اونور دیوار رو نگاه کرد. چرا به مغز من نمیرسه؟ کم استرس داشتم، راستش آماده نبودم برای این امتحان. همراه چای است، هم رنگ برف، هم طعم عسل است و هم بوی آب. همراه چایه، هم رنگ برفه، سفیده، هم قند. بابا من بلدم، گفتم بلدم. قنده. همراه چای. شما با چای با چی بیشتر میخورید؟ بیشتر آدم و اکثر مردم دیگه با قند میخورن. هم رنگ برف، سفیده، طعم عسل داره، شیرینه و بوی آب. بوی آب. آب خواه بوی نداره، قندم بوی نداره. شیرینه ولی بوی نداره. من یک کلیدم اما نمیتونم هیچ دریو باز کنم. اگه گفتی من کیم؟ من یک کلیدم اما نمیتونم هیچ دریو باز کنم. کلید برق. جوابش بیاد بالا. بله. ببین ادیسون خودش اینجاست. دیگه به این سادگی، البته برای من ساده است. جدی چیستان هم آدم میخونه اطلاعات عمومیش بالا میره. معمای بعدی نوشته که کدام خانه بیشترین کتاب ها رو دارد. کتابخانه دیگه. این معما دیگه خیلی آسون بود خودش. یعنی اگه جواب نمیدادم یه مغزم این قدید، به خودم شک میکردم. این خودش داره میگه کدوم خونه بیشترین کتابا رو داره. کتابخانه. دارا آن را ندارد و ندار آن را دارد. آقا این واقعا دیگه به نظر من توی این لیست نباید میبود. و نقطه است جوابش. بله نقطه است. اینو بارها، میلیون ها بار هممون شنیدیم. آن چیز که در فرانسه، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان، عراق و ترکمنستان یا ابوالفضل چیه؟ دوم شده است، اما در روسیه اول. سخت شد و مغز من گیج شد حقیقتا. این چیه که توی فرانسه، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان، عراق، ترکمنستان دوم شده، اما توی روسیه اول. واقعا جواب اینو نمیدونم. بچه اگه جوابشو میدونید همین الان توی کامنت ها بنویسید. حرف ر. بابا جواب به این آسونی نمیدونم چرا. جوابش آسونه ولی به ذهنت نمیاد. درستم گفتم. توی فرانسه حرف دوم فرانسه، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان، عراق، ترکمنستان ر، اما توی روسیه اولی اومده. چرا به ذهنم نرسید واقعا؟ چیزی است که هم در آشپزخانه وجود دارد هم اتومبیل. واقعا دیگه داره سخت میشه. چیزیه توی آشپزخانه و اتومبیل وجود داره. گاز. یکم سخت میدم. این سخت بود واقعا. معمای بعدی در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست. توی گوشه، توی چشمه ولی توی دهان نیست. حرف ش. و بله حرف ش.
اینو با توجه به جواب قبلی یکم فکر کردم سر کلمات، چون گفته بود حرف ر. اینا من یکم نگاه کردم ببینم توی دهان حرف ش نیست. خداییش من باید معلم میشدم. اما نگاه، مغز این کامپیوتره. گاری! کدام حیوان درنده را اگر وارونه کنید بر روی مردان میروید؟ وارونه منظورش برعکس دیگه. وارونه کنید بر روی مردان میروید. حیوان درنده بذار ببینم چیه که میروید روی انسان برعکسش. بچه ها فکر کنم شیر، اگه اشتباه نکنم. نگاه کن، شیر رو وارونه کنید میشه ریش هم خود روی مردان میروید، روی زنان که نمیروید. ریش روی مردان رشد میکنه. بذار جوابشو ببینم. بله دیدی گفتم شیره. اون چیه که هم رادیو داره هم دریا؟ موج. این واقعا دیگه چیستان آسونی بود. موج هم دریا داره هم رادیو. چه چیزی سر دارد ولی مغز ندارد؟ بچه ها جواب اینو میسپارم به خودتون، چند لحظه فکر کنید ببینید، اگه بلدید توی کامنت ها بنویسید. چه چیزی سر داره ولی مغز نداره؟ چیه؟ سر داره مغز نداره. البته خودم هم نمیدونم ولی خب گفتم دیگه واقعا نمیدونم اینو. میخ سر داره ولی چه ربط داشت؟ یعنی چی سر داره مغز نداره؟ بله داره مغز، نه ربط هم داشت. ولی خب من یه لحظه فکر کردم با خودم، گفتم خودم از کجا میشناسه. قبل از استفاده باید آن را بشکنید. چیه که قبل استفاده باید بشکنیش؟ وای چیه خدایا چیه؟ قبل استفاده باید بشکنیش. قبل استفاده چی باید بشکنیم؟ قبل استفاده و تخم مرغ. فکر کنم تخم مرغه. بله تخم مرغه. جواب درست گفتم. ببین بعضی جواباش آسونن ولی یه جوریان که به هر چی فکر میکنی غیر از اون جواب. دیدی که مثلا میگم یه چیزی رو میخوای از کسی قایم کنی، میذاری جایی که جلوی دیدشه ولی فکرش نمیرسه. اینم جواباش همینطوره، جلوی دیدته، توی ذهنته، ولی میگی نه این نیست. یه سخت‌تریه جوابش حتما. یک خانه یک طبقه وجود دارد که همه چیز در آن زرد است. دیوارهای زرد، درهای زرد، مبلمان زرد، پله ها چه رنگی است؟ نوشته یک طبقه خودیه، یک طبقه که پله نداره. چی فکر کردی راجب؟ مثلا من این جواب بلد نیستم. توی سوال جواب نوشتی یک خونه یک طبقه، چجوری خب دو طبقه بشه پله داشته باشه؟ جوابش هم نوشته رنگ خاصی ندارد، چرا که این خانه یک طبقه است و خانه یک طبقه پله نداره. بریم معمای بعدی. به کدام سوال هرگز نمیتوانید پاسخ دهید؟ من تنها سوالی که الان به ذهنم میرسه نمیتونم پاسخ بدم به کسی، این که بگه الو سلام فونه ای؟ و چی بهت بگم؟ جوابش هنوز خوابی؟ آره اینم نمیشه جواب دادم. درستم میگه، اگه خواب باشی خب بهت بگن هنوز خوابی، تو که نمیتونی به این سوال جواب بدی. سربلند از این امتحان اومدم بیرون. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و یکم اطلاعات عمومیتون بالا رفته باشه. بچه اگه از این ویدیوهای اینجوری، منظورم اینه که سوال جواب، معما، از این چیزای فکری اینا خوشتون اومد، لطفا توی کامنت ها بهم بگید. واقعا نظرتون برام مهمه. و اینکه لطفا سابسکرایب کنید چنل رو. با سابسکرایب کردن شما واقعا من حمایت میشم به شدت. انرژی مثبت زیاد میگیرم، انرژیم کلا میره روی سقف و باعث میشه ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. اینو بدونید که توی قلب من جا دارید تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.